به حق علی، همیشه به شادی به حق علی، همیشه به مهمونی به حق علی، همیشه به عید. ما پارسال برای اولین بار اومدیم در پارک ملت مشهد 11,000 تا سفره باز کردیم. اول خودمونم به این باور نبودیم که اینقدر استقبال داشته باشه، استقبال بشه از کار. الحمدلله بازتاب خوبی داشت. این کلیپش دست به دست چرخید. امسال این 11,000 تا غذا تبدیل شده به 11,000 دیج نظری به صورت نظرواری علوی ملی علوی در کل کشور. 110 تا شهر ایران، هر شهر 110 تا دیج امروز پخته میشه، به اضافه در نجف الاشرف و سوریه. افتخار داشتیم که 22,000 تاشم برنامه ما داشته باشیم در مشهد. دیشب که شب عید قدیر بود 11,000 تا اینجا پخت شد. در جمع محبین آقا امیرالمومنین در حاشیه شهر هیئات مذهبی که برنامه مراسم جشن داشتن توضیح شد. امروز هم از ساعت 3 صبح این آشپزای ما اینجا زحمت میکشن. 8 تا باز هیئت امروز ما غذای ناهارشون از اینجا فرستادیم. 11,000 خورده‌ای هم که انشالله سر سفره آقا امیرالمومنین اینجا متنعم خواهد شد. تمامی هزینه های اینجا هم مردمی 1 ریال از یک ارگانی، از یک نهادی دریافت نشده تا الان. خداوند از همه عزیزان، از خیرین محترمی که از سطح کشورمون یا خارج از کشور همکاری کردن، از عراق، از سوریه، از بحرین، از کویت، از هر کجا که زحمت کشیدن برای این سفره نظری دادن، خدا از همهشون قبول کنه انشالله. برای دومین سال متوالیه که هیئت آذربایجانی مقیم مشهد در پارک ملت مشهد دارن سفره میزنن در شب و روز عید قدیر. به خب در هر وعده 11,000 وعده غذایی دارن پذیرایی میکنن از مجاورین امام رضا علیه السلام. 22,000 غذا توسط خود هیئت آذربایجانی هست، یعنی کلا خودشون مستقل دارن این کار رو انجام میدن. شهرداری در زیر ساخت‌ها کمکشون میکنه، ولی خب کل کار و اساس کار توسط خود خیرین هیئت آذربایجانی ها داره انجام میشه. صدامون بگیره اشهد ان علی ولی الله، 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 اشهد ان علی ولی